برادران عزیز و گرامی، در خدمت شما انشاءالله یک چند ساعتی را خداوند اگر برای من مهلت دهد میبخشند و الحال چندین سوال هایی که در پیش من هست من برای شما جواب میگردانم. سوال اولی که برادران عزیز بر من کردن گفته است که بابای حاجی من 35 ساله هستم. 9 سال با همسرم زندگی کردم. یعنی این سوال از جانب کدام زنی هست یا فکر میکنم از حساب کدام مردی هست که میگد من 35 ساله ام، 9 سال بله 9 سال با همسرم زندگی کردم ولی صاحب فرزند نشدیم. یکدیگر را زیاد دوست می‌داریم و نخواستیم که جدا شویم. در خانه مادرم و من و همسرم زندگی میکنیم. یک روز در خانه نبودم، بین مادرم و همسرم چی نافهمی شده است. همسرم از خانه برآمده رفت. 10 ماه میشود که در خانه مادرش است. هرچند میگویم که بیا به خانه رویم نمیگوید. استاد به من مصلحت دهید چیکار کنم؟ مادرم تنها زندگی میکند. نمیتوانم او را تنها گذارم. به اجاره روم، در بین ماندم، نمیدانم چیکار کنم. برادران عزیز و گرامی، این سوال برادر ما حقیقتا بسیار یک گویم حالت بسیار دشواره. بسیار حالت دشواره وقتی که ما و شما با یک مادریم و گویم و زن ما و شما، وقتی در بین مادر و زن من و شما یگان مشکلات ایجاد می شود و زن برآمده می رود میگوید که دیگر من با مادر تو زندگی نمی کنم. مقصد برای من یک جای علاهیده میگیری، من با تو زندگی میکنم. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا سوال مشکل است، حل کردنش هم مشکل است. مشکل به خاطر چیه؟ مشکل به خاطر که مردم ما در جواب بعضی جوابهایی که الحال من میگویم شاید که قبول نمیکنند یا شاید که خلاص از حساب اونی که علم ندارن، آگاهی از دین ندارن، بسیار مشکل است که این مسئله را ما حل کنیم. ولی به هر حال که باشد خواه قبول میکند خواه قبول نمیکند، برادران عزیز و گرامی، به یگان جای مبالغه من قسمی حانیسی میخورم، یعنی با والله قسم میخورم که بسیاری از برادرایی که بر من زنگ میزنن از پدر و از مادراشون شکایت میکنن که در زندگی هاشون دخالت میکنن و بسیار پرینسیپ های وزبین میمونن. پرینسیپ های وزبین میمونن تا جایی که حتی اگر زن تا طلاق نمیکنی از طرف من عاق میشه، یا اگر زن تا طلاق نمیکنی من شیرهای دادگی من نمیبخشم، یا اینکه مقصد من پدر یا مادرت یا زنت انتخاب کن. اکو از بس که فرزندای ما الله مهربان توفیقشون از زیاد کند درباره حرمت پدر و مادر که گوش کردن میدانن یا خواندن، اینها بسیار دیگر مضطر میمانند. یعنی در یک حالت ناگوار خودشون قرار میتن چیکار کنیم. اگر به شرطی که همون کلینه که پدر و مادر پرینسیپ ماندگی است، بله اینقدر نفری باشد که در همون خاندان خلاص دلازاری میکند، بی حرمتی میکند، بی قدری میکند، حقارت میکند
یا دزدی میکند، خیلی دیگر چیزهایی را که امروز در همون علت چه وقتی من میپرسم برای چی پدر و مادر مثلا زنی تر نمیخواهد، همین چیزهایی که گفتم همین ها را پیش میارن. برای همین برادرای عزیز و گرامی، پدرهای خیلی عزیز و گرامی، مادرهای بسیار مهربان، من شما را میفهمم، ولی من شما را درک میکنم، برای که ما هم پدریم، ما هم مهنت و زحمت بسیار در فرزندا کردیم. برای همین درد ما میکنه، برای همین علم ما میکنه وقتی میبینیم که مثال ما را کلین من وقتی حرمت نمیکنه یا به قدر ما نمیرسه، ما مثال چیکار کنیم؟ ما را بسیار درد ما میکنه. من اولا به تمام همون خواهرهایی که به نام کلین یاد میشوین و پدر و مادرای مثال شوهراتون وقتی شما ناراضگی میکنن برای همون خصلت‌های ناخوبی که دارین، اولا شما باید که خداتون از همون کردارهای بد خالی کنید، زیرا از حساب انمون نافرمانی که تو میکنی، انمون حرکت‌های بیجایی که تو داری، تو در بین پدر فرزند یا مادر فرزند تو میدانی که یک خیلی مصیبت کلان ایجاد کرده، یعنی سببگار این تو هستی. برای این قدری که من کوشش میکنم، این قدر مصلحتی که من میتونم، خواهری عزیز، به قدر این مصلحت و به قدر این خب گفتگوها رسیدن در کاره. برای آنی که تو مثال آینده مادری خوب شای، آبرو پیدا کنی، قدر قیمت پیدا کنی، باید دعای پدر، دعای یعنی پدر، مادر شوهرت، دعای شوهرت باید بگیری. حرکت کردن در کار. مشکلی خواهر من میفهمم، مشکلی که وقتی زبانی در یک خانه اگر 10 نفر باشد، زبانی همه اونها را یافته، برای همه اونها خوب شدن حقیقتا کار مشکله. لیکن خواهر عزیز امکان دارد که تا از همین مشکلات مقصد برآمده بتوانی، دارد امکانی که با همه اون تو مراسا کنی. ولی این برادر چی گفتنیم؟ حاضر حالتی اکو گوییم، حالتی هست که این طرف نمیخواهد کلینه، اون طرف کلین میگوید که برای من یک جای جدا بگیریم. در همین حالت امکان دارد که شما در حال طلاق نکنید، زیرا پدر و مادر ها باید بدونید که ابغض الحلال الی الله الطلاق است. بدترین حلال ها به سوی الله مهربان این طلاق است. این طلاق وقتی که فرزند وادار میکنی که طلاقش کن، میدانی که چخیلی که همین فرزند خودش ای رحمت الله دور میشود. همین فرزند وقتی که خداوند مورد قهر غضبش قرار میدهد، بدان که چند برابر این نفری که در همین کار سبب شده است که این بچه زنش طلاق کرده است، وای چند برابر در غضب و در قهر خدا مبتلا. ما در حدیث داریم از پیغمبر نازنین که میگه وقتی که گویم صبح میدمد، شیطان تمامی فرزندهاش با کار گسیل میکند. کار اونا چیه؟ کار اونها بیراه کردن بندگان خدا، اونها را از عبادت منع کردن، با چیزی که الله مهربان منع کرده است با او دلالت کردن که اینا روزی دراز معصیت کنن، گناه کنن. کار شیطان و فرزنداش همیه. بیگاه کشید از هر فرزندش خدمتی کردگیش هم میپرسد تو چی کار کردی؟ یکی میگد من امروز توانستم که پدر را با پسر مقصد جنگ انداختم. میگد برای پدرشون نه برای شیطان کلان این یگان مقصد خرسندی نمیارم. یکیش میگد که من او را امروز وادار کردم شراب نوشید. یکیش میگد دیگریش من وادار کردم زنا کرد. دیگرش مقصد کار در گرفت در شکم یا دیگر زد، یعنی قتل نفس کرد. هر کدامش که چی گناهی را که میگد پدرشان میگد شیطان کلان میگد هیچ راحتی را احساس نمیکنه، یعنی در چهرش تبسم تمام پیدا نمیشود. میگه که یک از فرزنداش میاد میگه پدر امروز خوشبختانه من توانستم که یک جنجالی را در یک خانه ترتیب بتونم و بعد جنجال
مقصد کلین همون خانواده یا همون زن همون خانواده را شوهرش طلاق کرد یا 3 طلاق کرد. برادران شما میدونین وقتی این سخن میشنود از جاش میگه شیطان بلند میشود، انا همون فرزندش میگه در کنارش میگیره، میگه بچه اساسی من تویی. میگه ببین یعنی من از تو بسیار خوشحال شدم، بسیار تعبم بالیده شی، تو بسیار وقتی مرا خوش کردی، زیرا که من پیشی الله یک تا وعده داده بودم که مقصد در بسیاری از عملهای من عرشی که بزرگترین مخلوق همون را می جنبانم، تو را بسیار غضبناک میکنم که مقصد شیطان نمی طلاق. در طلاق الله مهربان بسیار غضبناک می شود. پدرای عزیز، بر مادرای خیر مهربان یا برادرایی که مثال از پیش خودتان به اجازت پدر و مادرتان زنها را طلاق میکنین، شما دانید که چیکار کردین؟ غضب و قهر خدا را فریاد کردین بر بالای سرتان، شیطان را خرسند کردین و الله و جمع ملائکه ها را همه را شما غمگین کردین. که خداتون بها بدین که آیا کار شما چی کاره؟ برادرای عزیز، ما دعا میکنیم دویم که خدایا از غضبت نگه بدار، از قهرت نگه بدار، خدایا بالای ما رحم کن، خدایا غم ما را بخور. ما دعاهامون همینه و شما با این حرکتاتون همون غضب خدا را بر بالاتان میارید. برای من از بسیاری پدرها و مادرهایی که در همین کارها سببگاریم یا بسیاری بگیم همون خواهرها و کسی نباشد وقتی در همین کار سببگار شدی، الله دانا که آلی دنیا چگونه میشه و آخرتت معلوم شد، آخرتت معلوم شد که کسی در کدام کاری که در کاری بدی که وقتی که دست داره و پیش الله مهربان جوابگره. با خدا بسیار عذابش سخته. وقتی قهر خدا و غضب خدا شود مقصد چگونه تخت راحت احساس میکنی. برای این برادر عزیزی ما میتونی حاضر شما که شما اینا در یک حالت ناگوارین برای در یک جا اجاره بمانینش، طلاقش نکنین، طلاق نکنین، برای در یک جای اجاره بمانینش، 1 ماه 2 ماه با او زندگی تونه کنین. اگر به شرط می زنی تو زنی بسیار بگیم نافرمان باشد، حرمت نمیکردگی باشد، در همین دوام 1 ماه 2 ماهی که جدا زندگی میکنی، دایم گپیت همین باشد که مقصد زنک بس مقصد من 1 مادر دارم یا 1 پدر دارم، خب بیا بریم همون جای با اونا زندگی کنیم، دای نیک شد هم بگیر منم بگیرم، پگا مقصد همینا هم که گذشتن من ترا به یک روی تازه نگاه کنم، یعنی در یک کنجه که دیرم در نسبت تو نفرت نداشته باشم. گفته شما یعنی رای کار بیاوی، در حال مقصد او را در جاش طلاق نکن، ولی بیس یک کم تر صبر کن. پدر و مادر هم اگر خودت توانی، خودت نتوانی، از بعضی آدمای دانشمند و با عقل و با فهم استفاده بر بیان یک مصلحت چون بتن، ان شاء الله هر یک کار خدا خواهد کاری خیر میشه، کاری نیک میشه. در این کار باید هر یک آدم دست داشته باشه، این کاری نیک. در حدیث پیامبرمون آمده است که پیامبرمون میگه وقتی که من برای یک حاجت یک انسان، کار یک انسان برای انجام دادنش وقتی همراه او آدم قدم زنان به خانهشان میرن، این بهتر است از نفری که 1 ماه در مسجد من در ماه رمضان اعتکاف بشیند. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین خیل کارها دستیاری دراز کردن، دلالت کردن، یعنی زندگی او را برقرار کردن، میگه اگر 1 ماه در مسجد من بیای اعتکاف بشینی، 1 ماه رمضان تو تصور کن شب روز در درون مسجد ذکر میکنی، میگه ثوابش بر برقرار کردن زندگی یک نفر ثوابش نمیرسد. شما ببینید احب الاعمال الی الله تعالی ادخال السرور علی المؤمن. پیامبرمون میگه که دل یک بنده مؤمن انسان خرسند کند، محبوب ترین عمل در پیش الله مهربان اجرا کرده است، خداوند از خودش خشنود کرده. برای همین
کسی دستش برای برقرار کردن زندگی کسی میآید، خداتون قفا نکشید، حرکت کنید، کاری ثوابه. ولی در این بین پدرها و مادرها هم بسیار با احتیاط باشید، بسیار با احتیاط باشید. اکنون من باز میگم، من میفهمم که شما حقیقتا گیلتون به خاطری و که شما در فرزند خدمت کردید، ولی اکنون خواهی نخواهی فرزند جای خودش داره، کلین جای خودش داره. اون طلب راحت و خدمتی را که تو میخواهی او را ای فرزند خودت بخواه، ولی به هر حال او را تو از کلین او طرزی که فرزندت میگیری از کلین گرفته نمیتونی. برای این گیله کردن در کار نیست، بلکه راه ها کارها را یافتن در کار. پیامبر اون نگه خدا پدر و مادری را رحمت کند که فرزند در همه سختی ها یاردم میکند. شما یاردمش کنید، در علایدگی بچه تا علایده نصیحت کن، در علایدگی کلین فیرات کن، علایده نصیحت کن. خلاص حرکت کن که زندگی اینها خوب شود و باز مثال شما را حرمت کنند. لیکن بسیاری بدم گفتن، طلب کردن، سختگیری هم هیچ یکان خیر خوبی ندارد. خدای مهربان دعا میکنم که سخنهای مرا فهمیده باشین و حرکت کنین که هیچ کس، ولی یک مردم افغانستان اکثر جاده ببینین خداشون مقصد از یک جهت خودشون تعریف میکنن، میگن در ما مردک زن طلاق نمیکنن. همین چیز در مردم افغانستان بسیار یک بگیم بیناموسی و بیننگی و نامردی بود است که زنش طلاق کنن. میگن ما هیچ خشمون نمیاد که زن ما طلاق کنیم و یا مرد دیگه زن ما را بگیره زنی کنن. برای همین حقیقتا برادرای عزیز همین کار در ما شما را ننگ مون بیاد. بسیار مقصد ناراحت شیم که ما وقتی زن طلاق میکنیم. برای همین چیزها را بسیار اهمیت بدین. بگذار بسیاری برادرها میگن مقصد خشتامن آمد، خسرم آمد، سختم گرفتن که تو مرد باشی کو طلاقش کن، یا زنم سخت میگیره کو مردک باشی تو مقصد طلاق کن. در این حالت ها برادر از انمو وسواس شیطانی که من حدیث بیان کردم، انمینجا در که شیطان وسواس کرده تو را در حالت غضب آورده سه. برای چی پیامبر 3 باره که مردک گشته و برگشته از راه دور میاد فقط یک وصیتش میکنه، یا وصیتش میکنه لا تغضب، غضبناک نشو. برای همین او حالت در ترا علاقه کنترل ترا شیطان در دست خودش میگیره. برای همین حضرت ابی میگه وقتی غضبناک شدی راست باشی، در جاد باشی. اگر غضبت نرفت دراز بکش، اگر غضبت نرفت برای طهارت کن. زیرا که شیطان از آتش وقتی همون آبی که در روی تو زده میشود در دست تو زده میشود اصلا آتش به آب خاموش میکنن. شاید که در همون حالت غضبت خاموش شود. وقتی ترا سخت گرفتن همون مجلس ترک کن، در پیش آن نیست. یا اگر بسیار حقیقتا پیامبر ما نبین گفت که یک کس سوال داد صحابه را، گفت پهلوان کیه؟ بازی اگر ما همین سوال مردم کنیم پهلوان کیه، در حال گمان مردم در همین گوشتینگیرا می روند. میگه صحابه اجاش بلند شد گفت حضرت نفری که یک نفر پشت در خاک میمالد البته او پهلوانه. پیامبر گفتن نه، پهلوان نفری هست که غضبش فرو میبره. چگونه الله مهربان والکاظمین الغیظ میگه کسی غضبش فرو برده بتوند الله میگه من دوستش میدارم. برای او حالت ده انا که جای امتحان تمامه در اما حالت در کار شود به او که مردکی انمیه که من ترا طلاق نکنم. این مردکی نیست که مقصد من ترا طلاق کنم. برای همین خواهرها و برادرای عزیز در همین خیال حالت ها خداتون کنترل کرده بتونید. الله مهربان توفیق تون بتد و خدای مهربان همیشه هدایت تون کند که شما هیچ وقت دست به این جنایت نزنید، دست به این کاری بد نزنید، دست به این کاری که قهر خدا غضب خدا را میارد شما به این کار دست نزنید. الله مهربان هدایت تون کند، چی مادرهامون، چی پدرهامون، چی کسانی که در همین کار سبب می شوند که از این کار دور باشید. حرکت کنید که هیچ وقت با
پیشنهاد پدر یا مادر یا نزدیکترین آدمت که همین زن طلاق که ولی در حال طلاق نکن. یک کم ترک اندیشه کن، یک کم ترک صبر کن. برای بسیاری کارهای هست که بخشیدنی هست برادر عزیز، بخشیدنی هست. برای بسیار در این مسئله با احتیاط باشین. هر یک کاری را که میبینین، هر یک عملی بیجایی را که میبینین، در حال مقصد تیز خلاصه نبرون که به سمو لحظه بگذرد. با یک اهل علم برای چی الله مهربان در قرآن مقصد ماها را دلالت کرده است. گفته است فاسالو اهل ذکری این کنتم لا تعلمون. شما دانشمندها و عالماتونه در هر مسئله که در موندین بپرسین. برای وقتی یک کارخانه دا می شود، یک حالت می آید، شما حرکت کنید که درو خلاصه تنه. بر شکر خدای روز تلفن ها را بینین، هر یک داملای هست که تلفن هاشون در شما هست. شما در حال زنگ زنین، مسئله کار را گویین، چی گپای از داملا مقصد شما میتونین مصلحت بگیرید. برای این باز یک بار دیگر میگم، خواهرها، برادرها، جمع نفرهایی که در این کار دست دارین بسیار با احتیاط باشین که کار تا حد طلاق نبرین. حرکت کنین که به طلاق همین کارهاتون حل شود. فقط یک مسئله بسیار مسئله نازک برآمده. خواهرای عزیز، بسیاری برادرها زنگ میزنند. شما با تلفن هاتون با طریق سبشینی، با طریق مقصد نمیدونم تلگرام، با کدام طریقی نباشد شما با مردهای بیگانه صحبت میکنید. یا خدا پرده کنه بسیاری برادرها میگن مقصد زنها با زنا داشتیم، ما چیکار کنیم؟ برای همین خواهر عزیز در این حالت از ما انتظاری نگیرین که من مقصد او را مصلحتی به زندگی بتون. علاوه خصوص اینا من خودم مثال میارم. برای این بسیار کار شنی است، بسیار کار زیشت است. این در مردم مسلمان ما بسیار یک کار بدی هست. حتی اگر خواهری عزیز، چندین خواهرها مرا زنگ زدن که مثال شوهرامون با زنهای بیگانه با تلفن صحبت میکنن یا مردکامون زنا میکنن. ببینید چقدر شما هم ناراحت میشین. وقتی مردکی شما هم همین کار کردن ناراحت میشین، شما هم که همین کار کردین مردهای شما هم ناراحت میشن. برای این کار خواهر عزیز اگر مردک هم خیلی باشد، من مثال برای شما دیده چند تا گوش کردگی مرا که من برای شما چی مصلحت ها دادگیم. برای این هم مردکاتون هم که زنگ بزنن دیگر من در این کار رنگی که دست پام بستگیه من چیزی گفتن میتونم. غیر اینهاش امکان دارد که با یگان مصلحت و مشورت انشالله کار حریف چه بیاورد. الله مهربان عاقبتمون بخیر کند، ایمانمون با سلامت نگه دارد. به خاطر الله مهربان صحبت کردم و از الله مهربان دعاگاه هستم که همین مسئله خیلی وزنی که امروز طلاق به حد زیاده، خدای مهربان همین مسئله را از بین مردم ما دور گردانه و همین مسئولیت بچه‌ها و دخترای ما احساس کنند که مقصد طلاق کردن چی بدبختی دارد، طلاق کردن چی ناخوبی ها دارد. برای بسیاری برادرها زنها را طلاق میکنین، شما دانین که با امیدی که پگاه زن دیگر هم که گرفتین فکر نکنین که این زن از اوش طرف بهترتر خدمت میکنه. با در اینجا مینوسای تام هست که ترک زن دیده ای. برای بسیار در این مسئله با احتیاط باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.